حالتون چطوره؟ تصمیم گرفتیم بریم موزه مینایی بین اسدیمنش و منیریه توی ولیعصر. خب بعد موزه‌ای که در مورد خیابون ولیعصر رفتیم اونجا. رفتیم اونجا، هم قیمت بلیتش رو می‌نویسم براتون. چجوری میخوام بنویسم؟ رفتیم اونجا، قیمت بلیتش رو بهتون میگم، همیشه رو بهتون میگم، براتون ویدیو میگیرم میذارم. بریم ببینیم چجوریه. بریم. خب ما اومدیم مهمونی، منتظریم میزبان بیاد. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. خب بفرمایید. ممنونم. مزاحم نباشیم یه وقت. خواهرم تو خیابان منیریه قدیم داره قدم میزنه. هانیه اینجا، هانیه اونجا، هانیه همه جا. مثل گل سرسبد میخوای همه جا باشی نه؟ قنادی مورد علاقه ما. گل سرسبد، حساسیت به عود. آقای مینایی خانومش، باباش دستن در کاران، حاصل خودش و خانومش. هانیه کجاست؟ هانیه غمگین است. خیلی غم داری؟ اسمش چی بود؟ خانه مینایی. خانه مینایی تموم شد بچه‌ها. میریم موزه بعدی یه روز دیگه ان شاءالله. آقا در کل در کل موزه خوبی بود. اینکه آروم بود و اینکه اگه به خیابون ولیعصر علاقه داری حتما بیاین، چون کلا در مورد خیابون ولیعصر بود. اینم بگم که همان حالا خرید نکن، هزینه ورودیش هم رایگان بود. بعد دیگه بیاید، خیلی باحاله. آقا ما رفتیم موزه مینایی، برگشتیم. بعد دیگه الان چون مهمون دارم دیگه نمیرسم برم یه دونه موزه دیگه. می‌خواستیم بریم کاخ مرمر، بسته بود چون نزدیک بود. بعد دیگه برمیگردم خونه، میرم یه روز دیگه برمیگردم، میرم یه موزه دیگه. نوره رو کم کنم بهتر نیست؟ نه خوبه. خب امروز داریم میریم کجا؟ داریم میریم کلیسای سنت ماری، یه دونم کلیسای کلمبیایی ها، نمیدونم، یه دونم کنیسه هییم اگه درست بگم، با آتشکده آدریان. آتشکده رو مطمئنم درسته، اون بقیه رو برین ببینین چه به چیه. بعدش اینکه اونجا رو بهتون نشون میدم.
خوش اومدین. خوش اومدین. توی خود آتشکده اجازه فیلمبرداری نداشتیم، بعد به خاطر همین چند تا عکس گرفتم براتون که الان دارین میبینیم. اینجایی که الان اومدیم آتشکده آدریانه برای زرتشتی است و امروز تولد زرتشته. من نمیدونستم، اومدم خیلی خوشحالم که الان اینجا. آتشکده رایگان بود، اینجا هم رایگانه دیگه قطعا چون عبادتگاهه. بچه توی موزه هم اجازه فیلمبرداری ندادن. موزهش 10,000 تومان ورودی داشتش. بعد اینکه موزه ارامنه مجسمه داشتن، یه سری لوازم خودشونو داشتن. اینکه بعد حتما پول نقدی بیارید، اینجا بیشتر نقد میگیرن، یعنی در نهایت آخرین موردشون کارت نقد میگیرن همه رو. این چیه اینجا؟ بعد اینکه چه رنگین کمانی. داشتم میگفتم شمعای کلیسام دونه 3,000 تومان بودش و اونا رو دیگه حتما باید نقدی باشه، کارت اصلا نمیکشن. رزالومه این بغل بوی کباباش قشنگ داره میاد. 2 تا بیدین و ایمون رو در تصویر میبینید. ماه رمضان خجالت بکشید. من دارم هیچی نمیخورم. سند دستم خالیه، من هیچی نمیخورم. یه مغازه دیدم کیندر داشت، برای خودم گرفتم. بازش کنم بهتون میگم توش چی بود. خیلی این جیپه باحاله، میخوامش. موزه آبگینه. بفهم مامی. خب آقا اینم از موزه گردی امروزمون دیگه. امروز هم تموم شد دیگه، وقت نداریم بریم موزه دیگه. و اینکه هزینه بلیت موزه آبگینه نفری 30,000 تومان بود. بعد من اینجا رو به خاطر سفالی و اون شیشه‌ای بودنش خیلی دوست داشتم، ولی مثلا ویو اینجا
ولی اینکه اصلا انقدر خوشم نیومد از وایب خود موزش، به خاطر همین بازم کلیسا آتش کرده میرم، ولی اینجا دیگه نمیام.